منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال انسان را محترم و مکرم خلق نموده و او را با نعمت عقل و فهم بر سایر مخلوقات برتری بخشیده است. عقل از مهمترین نعمت‌هایی است که خداوند متعال به این بشر خاکی عطا نموده و با مزین ساختن وی به این نعمت عظیم او را از سایر مخلوقات جدا و متمایز ساخته است. الله متعال در این باره می‌فرماید: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا و بر سیر مرکبها نشاندیم و از چیزهایی پاکیزه به ایشان روزی داده ایم و آنها را بر سایر آفریده های خود برتری آشکار دادیم. این فضل و شرفی است که الله متعال بر ما انسانها و فرزندان آدم علیه السلام ارزانی بخشیده است. بله دوستان گرامی، این نعمت عقل یکی از مهمترین و عظیمترین نعمتهای الهی است و چه بسا ما انسانها با دست خود این نعمت را از خود دور می سازیم. یکی از معضل‌هایی که باعث دوری ما از این نعمت عظیم می شود مواد مخدر هستش. مواد مخدر باعث می شود که انسان از این نعمت فاقد گردد و عقل و تفکیر انسان را مخدر سست و تخدیر می کند که در معنای این کلمه نیز واضح و آشکار است. یعنی تخدیر و سست و حالت به گونه‌ای که آن را بی‌حس و بی حرکت می کند. پس به همین خاطر به این مواد مخدر می گویند. موادی که چه بسا از همین نعمتهایی که الله متعال بر ما ارزانی داشته، از همین غذاها و از همین خوراکها و از همین گیاها به دست می آید، اما استفاده نادرست از آن باعث می شود آن را به معضل و مشکل و بلایی خانمانسوز تبدیل کند. برادران و خواهران عزیز، آیا شما هرگز به این فکر کرده اید که مواد مخدر در واقع تهدیدی برای ضروریات پنجگانه‌ای که دین مبین اسلام برای حفظ و مصونیت آن ما رو
برای حفظ و مسئولیت آن به ما الله متعال ارزانی داشته اون رو تهدید میکنه؟ آیا متوجه شدید که این ضروریات پنجگانه به وسیله این مواد، یعنی مواد مخدر، تهدید و چه بسا نابود میگردد؟ این ضروریات پنجگانه عزیزان بدین صورت هست: دین، عقل، جان، ناموس، عرض، شرف و مال. اینها ضروریات پنجگانه نام دارند. همین عقل انسان بود که در واقع الله متعال آن را پیشوا و جانشین روی زمین، یعنی خلیفت الله گردانید. همین عقل انسان بود که باعث شد الله متعال اون رو پیشوا و جانشین در روی زمین بگرداند. اما متاسفانه میبینیم که انسان که الله متعال اینقدر او را منزلت و برتری بخشیده است، با استفاده از جرعه‌ای افیون، جرعه‌ای مواد مخدر، خود را به اسفل السافلین، به پستی و تباهی در دنیا و آخرت میکشاند. زندگی خود را، دنیای خود را نابود و آخرت خود و عقبای خود را نیز تیره و تار میگرداند. از سوی دیگر مواد مخدر مانع ذکر و یاد الله متعال نیز می شود، همان گونه که مشروبات الکلی نیز یکی از حکمتها و اسباب تحریم آن نیز این بود که این مشروبات و این مواد الکلی و مسکر و مست کننده باعث می شد که انسانها را، مسلمانها را از ذکر و یاد الله متعال دور بسازد. همانطوری که الله متعال در این زمینه می‌فرماید: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بیگمان شیطان می‌خواهد تا به وسیله شراب و قمار شما را، بین شما نفرت ایجاد بکند. نفرت و دشمنی، العداوه و البغضاء، دشمنی و کینه و نفرت، و شما را از ذکر و یاد الله دور بدارد، مانع ذکر و یاد الله شود. آیا شما از اینها دست میکشید؟ هنگامی که این آیه نازل شد، صحابه کرام، یاران با وفای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شاگردان مکتب محمد مصطفی علیه السلام یک صدا گفتند: انتهینا انتهینا، دست کشیدیم، تمام کردیم، رها کردیم. ضررهای دیگر مواد مخدر در واقع بسیار زیاد هست، نمیتوان آن را در یک جلسه و دو جلسه بیان کرد، اما به طور کلی به چند دسته تقسیم میشه. اما به طور کلی این ضررها به چند دسته تقسیم میشوند: ضررهای بهداشتی که همانا ضررهای جسمی، ضررهای اجتماعی، ضررهای اجتماعی که در واقع مفاسد اجتماعی و مشکلات اجتماعی رو برای خانواده ها و جوامع در بر خواهد داشت، ضررهای روانی و تربیتی و ضررهای اقتصادی که همه و همه برای حرمت و ناجایز بودن و تحریم این مواد دلیلی بسیار کافی است. حتی یکی از اینها نیز برای حرام شمرده شدن این مواد کافی است. عزیزان و بزرگواران، آیا شما به این فکر کردید که یکی از روش هایی که کفار برای تضعیف و سست نمودن مسلمان ها به کار میبرند نشر و گسترش مواد مخدر و اعتیاد به آن و استفاده نادرست از آن در بین مسلمان هاست؟ مهمترین تجار مواد مخدر اکثرا از کشورهایی هستند که اصلا مواد مخدر در اون کشورها کشت نمیشه
و خیلی دور و در واقع خیلی کشت مواد مخدر از سرزمین اونها بسیار دور هستش. خیلی از تجار کشورهای غربی در نشر و خرید و فروش این مواد دست دارن و برای اینکه بتونند بر کشورهای اسلامی و بر جوانهای مسلمان تأثیر بگذارند و مانع از بیداری و روشنی و پیشرفت و ترقی اونها بشوند و همواره اونها رو به عنوان بازار مصرف خود و به عنوان جهان سوم و به عنوان دولت‌های توسعه نیافته و عقب افتاده تلقی بکنند و از اونها در راه منافع و مصالح خودشون استفاده بکنند، سعی میکنند این مواد رو و دیگر مفاسد اجتماعی رو در بین اونها ترویج بدن که باعث پیشرفت اونها، باعث عدم پیشرفت اونها، جلوگیری از پیشرفت اونها، جلوگیری از تحصیل علم و دانش، جلوگیری از رسیدن به مراحل بالای علم و تکنولوژی و صنعت و پیشرفت روز میشه. در واقع این رو در بین مسلمان ها و کشورهای جهان سومی نشر و پخش بکنن. همونطور که میدونیم دشمنی غربی ها، صلیبی ها و صهیونیست ها، دشمنی یا به تعبیر دیگر یهود و نصارا، البته سران اونها، سران کفر، برای ما چیز جدید و چیز تازه‌ای نیست. الله متعال بارها در قرآن کریم ما رو به این مسئله یادآور کرده و گوشزد ساخته. اما چیزی که مورد تعجب ما هست، اما چیزی که مورد شگفت و تعجب هست، این هست که بسیاری از برادران ما، بسیاری از خواهران ما، بسیاری از فرزندان امت اسلامی، بسیاری از مسلمان ها در نشر و ترویج این مواد خانمانسوز دست دارن و با دست خودشون برادرها و خواهرهای خودشون رو از بین میبرند، به تباهی و بدبختی و ذلت میکشونند، دنیا و آخرت اونها رو نابود میکنند. هر کسی که انسان معتاد به این مواد رو از نزدیک دیده، در واقع معنای حرف مرا خوب درک میکند. کسی که انسانهای بیچاره و مبتلا به این مواد خانمانسوز رو دیده و یا خدای نکرده در خانواده آنها کسی به این مواد مبتلا هست، میداند که بنده از چه چیزی سخن میگویم. بسیار جای شگفتی است که به خاطر مال و منال زودگذر دنیا انسان دست به چنین جنایتی بزند. و همانطور که قبلا نیز ذکر کردم، دلایل زیادی برای تحریم این مواد وجود داره که یکی از این دلایل نیز خود برای حرام بودن این مواد کافی است. اما سریعا به این دلایل اشاره میکنم. اولین دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند لا ضرر ولا ضرار، ضرر درست نیست، جایز نیست ضرر به خود رساندن و نه ضرر به دیگران رساندن. اما این مواد میبینیم که سراسر ضرر هستش. این طریقه استفاده از اون، شاید چه بسا فوایدی در این مواد نیز نهفته باشه، اما متاسفانه این راه استفاده راه ضرر و تباهی است. و همچنین آیات دیگری هست و احادیث دیگری هست که یکی از این آیات این هستش که الله متعال در بحث استفاده ما بشر و استفاده انبیا و استفاده ما این گونه هست. همچنین دلایل دیگری نیز برای تحریم این مواد وجود داره که الله متعال در این زمینه می‌فرماید و یحرم علیهم الخبائث. و یکی دیگر از دلایل تحریم این مواد این هستش که الله متعال در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ویژگی ایشون می‌فرماید و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. محمد علیه السلام کسی است که طیبات و پاکی ها را برای اونها حلال و جایز و پاک میشماره و خبائث و ناپاکی ها را برای اونها تحریم میکنه. پس اینجا
واضح هستش که مواد مخدر از جمله طیبات نیست، از جمله پاکی ها نیست، بلکه از جمله پلیدی ها و ناپاکی هاست. پس پلیدی و ناپاکی که مواد مخدر باشه حرام هستش. این دومین دلیل برای تحریم مواد مخدر هست. و دلیل های دیگر مانند این که الله متعال میفرماید ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، با دست خود را به هلاکت و بدبختی نکشانید. و یا ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما، خود را بکشتن و نفس خود را نکشید و الله به شما بسیار رحیم و مهربان هستش. اینها همه دلایلی است برای تحریم این مواد. چرا؟ زیرا این که استفاده این مواد در واقع به معنای خودکشی است و به معنای از بین بردن روح و روان و جسم انسان، به معنای انداختن خود در مهلکه و هلاکت هستش، به معنای ضرر رساندن به خود هستش، به معنای استفاده از خبائث و پلیدی هاست. پس بار دیگر تأکید میکنم که استفاده از این مواد، خرید و فروش این مواد و هر گونه استفاده نادرست از این مواد با دلایل قرآن و سنت و اجماع و قیاس تحریم هست. 4 دلیل، قرآن و سنت، 4 راه، قرآن و سنت و اجماع و قیاس. هر 4 مورد این بلای خانمانسوز را، هر 4 مورد این بلای خانمانسوز را تحریم کردند. پس بیاییم ما که مسئولیتی را بر عهده داریم، ما که زیر دستانی رو داریم در خانواده خود، در مدرسه، در شهر و روستا و آبادی خود، در کشور خود، همدیگر را گوش زد و یادآور شویم به این که خدای نکرده دچار استفاده این مواد و یا دچار استفاده تجاری و خرید و فروش این مواد هرگز نشویم و با دست خود جوانهای خود را و فرزندان و شکوفه های خود را نابود و پژمرده نسازیم. بله بینندگان عزیز، این این خلاصه ای بود از حکم مواد مخدر و استفاده از آن در دین مبین اسلام. امیدواریم که مورد توجه و رضایت شما ایزان قرار گرفته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.